سلام بچه، من امیر هستم. خوش آمدید به چنل بلک شاپ. بچه ما به مدت 15 روز پشت سر هم کاستوم جایزه داریم. جایزه نفر اول هم 110 جمه. از ویدیو خوشتون بیاد بریم واسه اس کردن. دمت گرم نداشت، حداقل اسمت قشنگ بود مراد جان. این مستر بونش، اینم گارنام یه ذره بچه فعلا هیچ کس نمورده، خدا رو شکر. بچه همه زندن، همه دارن لوت میکنن، اصلا به فکر فایت نیستن. وقتی تعداد پایین باشه همینه. اون صدا تیر جاش خوبه، برای کمپ خوبه. این گارنا جانم که دیگه داداش مشکل خانوادگی با گارنا تو رو بچه، به خدا این مشکل خانوادگی داره با گارنا. همه دارن لوت میکنن. درگیری بدید بابا، من میخوام گزارشگری مشتی کنم. بچه ها این که اصلا فکر کنم آفه، همینجا کمپیده نمیخواد بره پایین. جاش هم تقریبا خوبه بچه ها. بچه اگه صدای سگ میاد به خدا این سگ همسایه هست، نمیدونم چرا اینجوری خیلی صداش در میاد. بچه یه نفر مرد چون من ندیدم کی کشتش. بزنیم بچه کی کشتش. این کشتش، داشمون کشتش. دمش کرد، اولین کیلو این گرفت. نه بالاخره اومد پایین. این بازیکن میخواد وودپکر خسته بزنه. فشار وودپکر فشار جان. فکر میکنه چرا که شما با فشار وودپکر رو با فشار بالاخره یه دونه کیل گرفتیم. بازیکن بنازم داداشم فشاری. این بازیکن خیلی بچه فشاری بود. 2 نفر از مپ کم شده، 17 نفر هنوز مونده. نه این بازیکن فقط میخواد با کمپ بره جلو، نفر آخر رو بزنه. خب یه نفر کم شده از مپ دوباره. بنازم کی بود؟ فکر کنم این پویا 69 داشتمون بود. رضا عطاییان با آلوک 14. ببینیم چی کار میکنه. چی میزنه به نظرتون؟ رضا عطاییان مرد. واقعا شعور در وجودت وجود نداره. وای بچه‌ها، رضا عطاییان مرد. قشنگ این بازیکن داشت پیش میرفت ولی آلوک زدش. تیتان، مستر تیتان زونگیر میشه یا نه؟ مستر تیتان وایسا مدکیت بزن. این بشر فکر کنم زونگیر بشه. خیلی اوضاعش وخیمه، واقعا اوضاعش وخیمه. داداش وایسا مدکیت بزن. میتونی پویا بیانو سوار کنه بر. بله زونگیر تمام زونگیر شد. نه گبیه اونه. خب اینجا یه فشار میده. این 10 نفر تو مپ زندن هنوز. مثل وانشات هنوز داره میچرخه واسه خودش، اصلا نمیخواد درگیر بده. بله اینجا آلوک 69 بالا هستش، داره مین میکاره این بشر زنده. اینجا بازی کن یخ و برعکس میکاره. و بله آلوک اینجا اینو میکشه. ببینیم آلوک نفر اول میشه. آلوک یخت رفت، آلوک نرفت. همه سوار ماشینن، فقط آلوک پیاده است. این بازیکن پیاده شده. خب یه نفر ما اینجا از دست دادیم بچه ها، متاسفانه فکر کنم. نه بچه ها این بازیکن من خیلی دوست دارم، خدا کنه نمیره دیگه. زونار کوچیک میشه، حتما باید برن بیرون با هم دیگه فایت بدن. یه ماشین اینجا داغون شده. تو بازیکن ها فقط ماشین سواری دارن میکنن. بچه آلوک مرده فکر کنم. بله بچه آلوکو کشتن. یه نفر زونگیر. بله این داشتمون زونگیر شد. نفر 14 هم. داداش به خدا میتونی زونگیر نشی. نه داداش زونگیر باید بشی دیگه. اینجا آخر خط بود. 7 نفر تو مپن. ای دبل داشتم زونگیر. نه زونگیر نمیشه، بس میزنه این بازیکن خسته. بله این داشتمون فرعون بالاخره دست به کار میشه و میخواد همه رو بکشه.
پویا 69 میپره پایین، یه یخ خسته، یه دونه نید میندازه، یه ماشین واسه خودش پرت کنه پایین. 5 ولف همینجا کم کرده، نمیخواد بره جلو. مستر وان شات از بکش میاد. بله مستر وان شات. 5 از اینا قوی تره. 5 فرار میکنه. 5 رو دارن میزنن. مستر وان شات بکشش. بله اینا با هم دیگه سوار شدن. داداش یک تپانی باشه. نه تپانیه. تپانی نیست بابا. خب بپر پایین بکشش دیگه داداش. تو تپانی داری میکنی. 3 نفر آخر. مستر وان شات، 5 ولف، هادی 69. پویا تپانی پویا. بله مستر وان شات داره خیلی قشنگ همه رو میزنه. 3 کیل. مستر وان شات داداش اینا تپانی هن. خب بچه تپانی نکنید آقا، به خدا این کارا زشته. تپانی خب اینجا تمام. و بله چجوری زد پویا برنده شد. بچه کاستوم امشب هم تموم شد. تا فردا شب فعلا خداحافظ.